تنها چیزی که مانع سرعت بالای اجرا در پروژه میشد شرایط جوی بود. و ما برای نصب و راه اندازی این پروژه از شرکت خوب پولادسازه استفاده کردیم. بسیار متعهدن نسبت به کارشون، دقت اجراشون واقعا بالاست. ما یکی از پروژه‌هایی که به تازگی انجام دادیم پروژه‌ای بود به نام الماس گفشه که با کاربری کارخونه برنج‌کوبی بود در روستای میان گفشه لشنشاه. یکی از چالش‌های ما این بود که کارفرما براش فاصله آزاد بین ستون‌ها، همچنین ارتفاع کار بسیار براش مهم بود. خوشبختانه ما تونستیم این رو با طراحی درست و اصولی اینو به انجام برسونیم، تمامی تاییدیه‌ها رو هم گرفتیم و به مرحله اجرا رسوندیم. یکی از آیتم‌های خوب این پروژه که ما در حین اجرا داشتیم، اینو سرعت اجرای خیلی خوب بود در این پروژه و دقت بسیار بالا. این حاصل 15 سال تقریبا 15 سال کار و تلاش در این عرصه است و از این بابت ما بسیار خوشحالیم و مفتخریم. و ما برای نصب و راه اندازی این پروژه از شرکت خوب پولادسازه استفاده کردیم. مجموعه بسیار قوی هستن، بسیار متعهدن نسبت به کارشون، دقت اجراشون واقعا بالاست. اخلاق مداری در اون شرکت حرف اولو میزنه، مشتری مداری حرف اولو میزنه و سوای این که ما قبلا هم چندین پروژه با این شرکت داشتیم و همه پروژه هامون هم موفق بود با این شرکت، تونستیم این پروژه رو با موفقیت با این شرکت به پایان برسونیم و ما بسیار از این مجموعه راضی هستیم و انشالله که بتونیم در آینده هم همکاری بسیار خوبی با اینا داشته باشیم.